بسیار یار وای آقا جان خدا مبارک کنه آی بر همه کس یار یار جان خدا مبارک کنه آی بر همه کس یار یار امشب چیزی باشدی وای امان دلبر همچمه دست جان جار باشه عباس آقا سمی عباس جان جان خیریت تیار هستی اول شلیو بیا پا کشاف بریم چی گفت پایه؟ خیر بینی تشکر چنه گیله چون زنده باشی اول خوبه جانجره چی گفت پایه شکر نگو بله کجه؟ او خط قطی نشه کجه برار تو؟ اونا میفهمی چیه؟ اونا شسخی از منه شخصی از تو؟ شسخی از من ها اونا به خاطر از که من به خود دایگ استوندم تا خیلمنی جمع کردم اونا کلا کیلومتر از یک کو برار تو فرق داره فاصله داره دیگه چیکار کنی چیکار پای کجا برار تو خیرتی شو کن برار من کن شما کجا رو بخونه خسول خب پیار من میگه چی ماید بخور شما کجاه کی بخور فلان تعطیله بمتع در سرای استاده خود ترکتور کلای شکر گیله جو من برو آمده که گفت تکبر به سر زمینان و هر کدوم بودن خود اینا گپ بزن که قراره که دیگه من بخوره بیارم هم میگه شلیو ملت کنم نورالله اشکنه گو نورالله اشکنه نورالله چی فرق میکنه طور عباس شلغم میگم طور عباس قیگینه میگم برات نیلیلا هم عباس چیز نیلیلا اشکنه تو گردن تو بند بجه به تایی منطقه اسم تو چیه؟ گیلک دیونه بله خود چی برات تفلس مانه تفلس کمام امینه تخلص مونیه تخلص مدگه چی شما تخلص شما کاس دیونیه تخلص شما پس امی منه حالا اندازه که پای رکو چیزه چی وستم بگم ساعت چند لط نکنه ساعت برای رمی سر از پیشتر خرمن شلی چه دلت کرد فقط تو برای ما فکر کنم اگر اشتباه نشه 11 و نیم ساعت ساعت 11 و نیم ساعت 11 و نیم ساعت نه بابا چی گپ بخور کمه خیلی دیگه شما کمه سعی کن من اختیار اون خورده خود ندارم اون بغل دیواله میبینی پل خونه پیار مامونتا آسته و تکندیگه نکشی که او اگه حساب خراب شد تو میتو بکله میزنه به تچو برو صدا بگو ماما نوروز یه لگ اختیار اون خدا کنه تو گپ زدن فایده نداره الان خود پیار تو فایده نداره خب ما به تو میگم که یعنی تو ال مونده علاقه چی میگی تو نه گپ اول تو معلومانی آخر تو او دیشب تا با صبح آتش میکنه به زیر دیگ شوی بیخره بیزون بودم شما چی حاله؟ اما نوروز بخزیم اون نوروز چون کار دارم چی کارم؟ اما نوروز زنگ میزدین که صبح خود یک جری میاد دست پاش یک جری میزدم به نظر من که با خونه خواهی زیر دست پاش ما بلگه نگون دیشب است که تیفون ندیدی نه خب ما نوروز سه کنین شما که آدم زنده سره اینجا که خیلی شده بودیم برو این بلگون دلنچه اول که سر خواب بکشتیم بخیر یک جروی میزدیم زنگ میزدیم میاد جروی میکردم با زحمت میشده نگو خب بگذارین خیره عباس اول خسرینی دختر میمیدی که گپ بخور بگو سه مامان نوروز دیگه مامان نوروز من بیام آدم اول که بیش به چشم گلگه پا میکشیشه تقول خود پیانو گپ زد بزو که هرچی بگفتم میگه من دیوانه که به هر چی بگی جمع که میگه یه با ما از شلنبه اینا از شروع اینا گپ میزنه یک چیزایی میگه دیوانه که تو دیوانه ایمان روز از 100 تخته بیشتر کم داره برای راستمون مشکل داره برای راستمون
30 سنتی کج را میده. این تو به شما واقعیت بگم. رقصیده میره بخور. خب گپ بخور بگو. اون روز ما گفتم او بخور خور بیاریم همین شلیام رو لط کنیم. حالا از این بگن که شما ساعت چند لط میکنیم؟ واقعیت بگم. من دیشه خودم مادر گلک پیش تو سکر عباس خرمان خمسال با ما ندادم. های مامان نوروز. ما کی لط کردیم که شما نداده که لط کنیم. ما گفت اول دیگه قلا آوردم تراکتوری. مامان نوروزی که پر نزنه. ما شلی اشته باشیم و لط کنیم بریم بیگونه بیاریم. بخور بیکار به دست راش ما پرته. سفر بیگونه بیاریم. اول حق از همسایه مامان نوروز. حالا بگین ساعت چند لط میکنه؟ واقعیت بگم. بعد مردم که ساعت 12 ساعت کار میکنیم. خیلی. امروز ما تعطیل و شما خیر به 11 ساعت میکنیم. اون روز یک چیزی که بعد شما نه برو به چشم ما کو پنجره په پینتر گفت ساعت 11 و نیم ساعت. با شما میگیم ساعت 12 ساعت به شما 11 ساعت. هم بدگه کاسته بود. فکر کنم اون روز ما شما همسایه‌ام دیگه دفعه اول نیه. خب. قراره که دیگه بخوره خب بیایم از اینکه به دست را پرته باشه تعطیل باشه بیایم اون شلیامو لط کنیم ساعت 1 دو نظیره به شما میدیم. ساعت 1 دیگه 3 ساعت میشه. هم پول تل خورمشه. هم خود تو فکر کن. مونوس خیلی هم میشه. از اینکه به دست را بیکار پرته باشه بیایم کار خود شروع کنیم. یک چیز دیگه هم شما میگم. از 1000 دیگه چی نگیم. هم 1000 خوبه. شما یک خدمتی بکنید به خاطر که کارگر محکمه از خیر و خمونجگاه میتونید دست کمک هم بشیم. فقط خودت بگین خون نگی خصلیت من بیکار نمیشینم. دست شما در نکنم. فقط نگه کار نکنم شلیاشون آدم دم جمع برم خود بکن. دیگه چی یک دست کمک بشیم. هم کمک دیگه. خیلی مامان نوروز. کی میاریم بخور بیاریم دیگه که مطلعشیم ما. ان حال باز میخوام میرم. بیایم شروع کنیم ساعت قید میکنیم بعد ساعت جوت پلاکا شما نق میدیم. دستی ما نوروز یاد میبرم. باز شما بیونه بودن که با نگین که عباس بچم چه کار شده فلان شده. میگم عباس یک چیز دیگه من به تو بگم. انوار دیکو هم بیانه شما ایت نشه که با نورولا ما برات خود دیگه سالا برات خود بده اون. اون شما خودی به طرفه. نورولا برام چی کردن بیا وقت زنده شروع کنیم. ما بیونه دادن درسته؟ بیا مامان. خوب عباس که حالا بیایه. خوب من میرم سر خرمان میرم. من برفتم دیگه زودتر دیگه خیر بینی کنم وقت شده. عباس پرسان که ساعت چند کار میکنه برو. 1000 چه کار کنم دیگه حالا میشه که بگم خیلیه. خیر رقم ندارن رمضان هم واسه اینجا بلکی رم بردارم خودی خوب بیارم. تو بابا مکتب میری. و خیر رقم نداره برو. زودتر که بجو بگو بیاید زودتر بیا من میرم سر خرمان میرم دیگه. چکار نور البته خرمان خو میلات کنی بابا جان نمی مامان نوروز مگر یعنی میتی یک دمی بیکار باشه تو خودت خبر داری که حال وقت کارا از اینه اصلا ثانیه و فارغ نیه حالا کم عباس رای کردم کورا میتونم بیکاری ور گیر کرده گفتم زودتر بیا کم امروز دستم خطا خور باس صبح گیر کردن میتونم حالا از چی میشه گفتم بیا بری خودم اینو کمک کنی زودتر کلا کمینو کنم ای بابا 12 شوی میشه که میشه ورود به ساعت زمینایم تو خبر نداری که شلی جوش طرف میده نمیدی ندیدی دیشب تا به از ساعت 8 بجه که شروع کردم تا به 5 بجه صبح می اکسره تاف میدادم فارغ نیم نور لالکم و اعمال مغزا سر ممای حل بتر قبیل یعنی نمیره خودم همین یعنی 2 ساعت 3 ساعت بیشتر کار نداره اینو نور لازم 10 تا ماه خودم میگیره کار کنه برو باور کن مال آتشکد ما نداره که وزیر تو آتش کنه همین دام تو سکو باز برار مامراد مکتب یلا نمیکنه خب بابا همین روز که وقت کار ریال کو دیگه میمون مکتب هر روز ما شما کار داریم مجبور به مکتب نره دیگه یا مکتب یا هم رای کدان تراکتور نگار سال هم خودت تو روز بیام بابا تو گفتم بیا خودم از کمک گفتی بونه ولی که بیکار دارم خودت میان گرزه هنوز من بیکار باشم خودت نمیام حالا یک ماه دیگه
چشمی سیاه داره باشی یار من منزل ما بیا بریم به منزل ما دل که داغ نداره یار نداره بیا بریم با جار باشه خودی با نخون گیلک نخون باس فیلمورق میشرینی کجیر خان شکر کنم شتر رقیف شکر دوغنی جانجا را ساعت تو خوبه خدا را شکر مادر پیر زاد و ولد همه گی نفتح کنه بیریم و غم خیش با الهی شکرش داری جوان سره چه کار میکنه کجی دیگه مینا گسپند مینا گلگه ایش داری بیغمی دیگه هیچی بیغم نیم گیلک دوستشون فیلمورق میشرینیم چی بیغم فیلمورق کم خیلی کار کتیه دیگه نوردی یه چند تای میتی می بجون بیار به من بفروشی اجامایی تو سیکو ما بتیچیم وای به من گردن ما بند باشه نیه ایتا نه روز ما معلومه نیشومه چری؟ یا شیلی جوجه تف میدون جوشه تف یا برادر پیار ما میگوار دا بخور برو خود ترکتور برو مچون خرمن فلانی لد کو مچون فرمان فلانی لد کو صبح عباس بیا مادر تک مچون بیا به این خرمن من لد کو آخر گفتم برو خودی پیار ما گبزو برو ما علاقه جون خونم من همسا شیلیایم انا میگه تاشون یک دم لالا برات ترکتور رو بخور یک دم برات شیلیا یک دم برات خرمن یک دم برات گوگلی یک دم برات گیری از پریشونی از تو بیغمی بیخی گیلا انا می دو تا مرغ و قیافتونه گیله دو برارمه تو سیکو عشقم سیر خود گپ و مفتاده آخه موتو میبینی که غیر ادمی کورا تاده که بدیفی موتونه دیگه ما تو چه کار کنی نه تو با مثل ما پریشون نی تو نیمی دو تا مرغ تو یک خرموشی داری بیخی برار جو تو کومیک کنی هنال برار جو بیخی همی مرغا جمع کنم بفهمیدی؟ با مگری برو بگه و ملف بیارم ما یک سر دارم ادار یک سودا میگه کارگر یک کار بیکار 1000 کار برارمه تو که مر بیکار داری 1000 کار به سر مرخی شکم گشنی خو گپ مفتادی یاره بیشتر ایش تیری قرکله یا خود کله گنده که من گپ مفتی بخی بکم برو تو هم مثل بیار مگاه وقتی میگه حساب کو گفوف نزن برو کجی؟ یا اگه تو مثال میگه یک 5 سدی خود من دیگه 60 سدی تو مثلا مولر خود داری 5 سدی من دیگه میدی اگه میبود گیلک میدادم اگه نمیدادم دیگه نه تو حروم خوری از چی حروم خوری؟ تو همین پولا مرتکر نمیدی خود نه برو وقتی که آدم شد داده نتونه شک نمیزنه اصلا میر فیشی حالا برات گب نگم میر فیشی نه برو نمیزنه جیجی سفید بچم بابا اینا چلک اینا رو همین دیدون ما پیش خرید خدا فیلمینو نون خورم مثلا اما خودی کسمتی شرط دادی نه خودی شرط حروم گیلک یک دمی شد بندی کنی خودی کلی گندی خوبی آمده به من گپ مفت میزنه که تو کار نمیدونی تو چه کار میکنی؟ تو به دردمی جامعه میخوری گیلک تنم من باشه اگه بخوری بیا تو هرچی میخوری کلونم نشدی به درد جامعه هم شما نمیخوری وقت جمعه مرغ میچرونم او هم مرغ به کجای فیلمورغه فیلمورغ